سلام علیکم دوستان پادپیشیکا و غیر از پادپیشیکا هر کسی که نوار ما را این لحظه تماشا میکنه امیدوار هستم که سربلند صحتمند خانه آباد هستید و من هم برای شما همین آرزو را دارم. امروز گپ میزنیم باز درباره خصلتی یکی از خصلت‌های مادرها، خصلت‌های خوبی مادرها و یکی از خصلت‌های بعض پدرای ناخلف گپ میزنیم. خب اکنون این خصلتی خوبی مادرها کدوم است این دفعه؟ ببینین مادرها، زنها وقتی که از اونو خداوند به دنیا طفل پیدا میکنه، خو دختر است، خو بچه است، پسر است، خو معیوب است و یا سالم است، خو بیزیب است، خو خوشرو است، اونم از جانش دیده زیادتر دوست میداره این مادر. و برای خوشبختی و سلامتی همین فرزند هر مشکلی که باشه پسی سر میکنه تا این که خوشبخت و موفق بگردانه همین طفله. مادرها بسیار شخصیت های بزرگن، همه شما میدونید. خب اکنون چی میگیم درباره بعض پدرهای ناخلف که در زندگی همین سخنهایی که من میگم این سخنها واقعا بگیم که حقیقت دارند و بعضا مردها بسیار ناخلف و ناشکر میشوند. خب این چی گونه مردها هستند؟ وقتی که در عائله همین مردها خداوند دختر به دنیا میاره، یعنی که خداوند دخترشون نصیب میکنه، همون دختر بسیار بدبینی میکنن هستند خیلی عائله ها. همون دختر چشم دیدن نداره، دوستش نمیداره، گپای شیرین نمیزنش، گپایی که گوییم که ناسزا و ناجایز است برای همون دختر برای همون طفلک میگه، در حالی که این هدیه از خدا است. شما یک کمتر فکر کنه این یک از عضوهای بدن شما است، شما به نظر نمیگیری، اما اگر عیبم که شوه از آب بدن شما است انا همین طفلکایی که خداوند برای شما میتیه. در حالی که دختره میبینیم مثل کاو است، مثلا خوشرو، بعضی با عقل، خوش رفتار و خوش گفتار است، اما با همین برزم همین خیلی پدر چشم دیدن نداره. خدا کورت کنه که ترا همین خیلی پدر. خب خیلی چی میگم؟ با گفتنی هستم که انا همون دختری را که تو بدبینی میکنی و چشم دیدنش نداری و نمیخواهی که ببینیش، همون دختر ترا از جانش دیده دوست میداره. اگر تو چی خنک روی، اگر چی بدروی، اگر چی ناخلف و ناسزایی، اگر چی کم بغل گدایی، اگر چی بگیم که به هنر نوبکاری، انا همون دختر ترا از جانش دیده زیاد دوست میداره و تو با یگان پدری خوشرو، با یگان پدری بای، با یگان پدری بوزبالا و با آبتاب، با یگان پدری هنرمند کارچلون، با یگان نمود پدری که از همه پدر بهتر باشه، اون همون ترا به همون خیلی پدر ایواز نمیکنه و دوست داشتنی او روز تا روز شدت میگیره و زیاد میشه ولی کم نمیشه. اما تو کمتر فکر کن فرزندی خود دست اون به کلای ابله سر ویرون میکنیده، بعضا وقتا دیگه همین میگم بیا سرم ویرون شد، با میگم ای به عصبای خود ویرون میشه. بعضی همین آدمو دا صدقه همین عصبای مکنه همین موقع خیلی شد. برای همین فرزندتون دوست بداره. فرزند نعمت خدا هست، فرزند است. خداوند همه شما را صحت سربلند خانه آباد بگردانه. پدرای هستند که پدرای خوب هستند، من برای پدران بعضی پدرها را مد نظر دارم، اما 99% مادرها انا همین خصلت ها را دارن نسبت فرزنداشون. 99% مردهایی که خداوند دخترشون میتیه، نه شاید دروغ بگم 99 تنی خیلی بعضیشون بگیم بسیار بدبینی میکنن. خداوند همه شما را صحت سربلند خانه آباد نگهدار باشه. پادپیسات سکنه، پادپیسات را فراموش نکنه، دستگیری کنه کانال ما را. انشالله در پیش ویدیوهای خوب و جالب است. خداوند نگهدار باشه. در پناه خدا.